سلام بچه ها، حالتون چجوری؟ امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری رنگ مولتیتون رو لجند کنید. قول نه که واقعا کارساز باشه. واقعا نگاه کنید، یه اتچوی آوردن که یه دونه اتچ آوردم همه فن حریف. نگاه کنید، 6 رو نگاه کنید شما، 6. آره اینو من بهتون میگم، اتچ رو بهتون میگم. اینجا میگم که باید چیکار کنید. اینا اولش بگم که این گاینی که دارم بهتون میگم، اگه به بدنش بزنید 4 الی 5 تیر کار تمام میکنه. این نیزه هم نفوته میکنید، نیزه که هر وقت لازم بود بکنید تو. آره دیگه همونی که خودتون میدین. اینم بگم که فقط سعی نکنید با گان بزنید. یه جوری های مثلا جاقا داری ریلود میکنی، داری خشایت عوض میکنی، 3 نفر جلوتن، نایفتو بکش بزن. فقط کمپ نکنید که خیلی کثافته. اینو نگاه کنید، قشنگ داره زنم الان. قشنگ ببینید، داشتم میگفتم این گانه 40 تا تیر میخوره، 4 الی 5 تیر که خلاص میکنه. به کلش بزن فکرم 1 الی 2 تیر میخواد. و این تنها مشکلی که داشت ایمش بود که من عوض کردم ایمش رو. نگاه ایمش چقدر الان خوب شده. اینم الان ما رو زد و ناره. خب ببینید، معذرت میخوام. خب ببینید الان که رفتم اتش رو بهتون بدم، یادتون باشه که همیشه برای دیگه من الان یادم آمد اینه که آقا نمیخوام لایک کنید، یعنی میخوام ولی زمانی لایکتون رو میخوام که دیدید ویدیو رو و خوشتون بد. نمیخوام مثل بعضی بگم حالا اول ویدیو شروع شده بگم ویدیو رو اول لایک کنید بعد بریم سراغش. مگه که آقا مثلا من خوشم نیاد ویدیوی تو، اول ببینید خوشید اومد لایک کنید، برام بذار خوشید اومد لایک کن. خب بعد یه نکته ای که میخواستم بگم، یه دقیقه اینجا نید هست، اون پایین نیده الان نارنجک سیاهه. خب اونجا جاش کوکتل مولوتوف بذارید، کوکتل مولوتوف بزن. از اون کدوها نذارین چون کالف محمد از اون کدوها نذارین، ممکنه که خطا بزنی. بعد اینکه خطا بزنی بزنن کوکتل مولوتوف انداز که هول کنن. بعد جای اون اسموگه که پایینه، اون پایینه جای اون اسم کنار گان. خب همونجا جاش از اون رادیو بذار که باتری دارن که بتونی رادیویی کنی و دشمناتو سریع بزنی. من نمیگن که ویدیو رو اگه خواستین سریع کنید چون ممکنه که حوصله‌شون سر بره. خب الان اینجا نگاه کنید آقا، تو بگیری رو طرف سریع میزنه. اینا طرف بگم کم کرده بود، نمیدونم چی شد. خب ببینید الان مثلا بذار اینجوری بهتون بگم، یکی بیاد جلوت اگه مثلا کمپ نکرده باشه، خطگیری نکرده باشه، یا بک نیاد بزنه، تو بردی، تو میزنیش با این اتچ، قطعا میزنیش. ولی اگه کمپ کرده باشه، خط گرفته باشه، بک بخواد بزنه، یهو بپره رو صورتت نبینیش، اونجوری میخوری هرکی تموم شد. خیلی تأثیر گذار. خب ببینید، من یه صورت ویدیو رو سری کردم تا با حوصله خودم داره اصلا سر میره چه برسه به شما. خب ببینید اینجا من زدم یک اشتباه خودم اشتباه کردم، تعریف نکنم با این نایفم کرد. خب بعدش حالا اینم میخوام بهتون بگم آقا که حواستون همیشه باشه که نایف نشید، همیشه حواستون باشه. بعد اینو بگم آها، اینکه سعی نکنید بزن سری، بریم بمبو بذاریم. بمب خودش مثلا من برم بمبو بکارم، طرف محدود میکنم، یه ضربه بهش میزنم قبل اینکه اصلا
وقتی که بازی شروع شه خود به خود این خودش یه ضربه است که بمب فعال کرده، باید مجبور بره خاموشش کنه، چه شما رو بزنه چه شما رو نزنه. سری بودین بمبو بردارین که بتونین اولین نفر برین بکرنش. همینید باید بگن که آقا اون کارت ها هستن، یه کارت قرمزی هستن که بهتون الان نشون میدم. اونو بمب رو بکنین یکی شما بزنه ممکنه که سریع آقا کیل کنید تماشا بره. اینجا هم میرین سراغ اتش و این چیزا. بریم دنبال اتش. اینجا سری نگاه کنید، اینجا یه اسکرین شات میخوایم بگیریم. ببینید الان ایمش خوب اینو بچه یه نکته که هست، این اپیک یه گانه. خب بگن اتش روش خودش هست وقتی بزن رو اپیک اون گان. خب بعدش آقا فقط شما کافیه که اون ایمو عوض کنید، تنها مشکلش ایمشه. بچه سری بیاین اینجا بمبم بذارین، نگاه کنید دقیقا اینجا واقعا مهمه. کوکتل مولوتوف بزنید چون حواسه نمیه قشنگ پرت میکنه. با این اساس میتونید راحت لیجند کنید. خوشت اومد لایک کنه انصاف.